این زن و شوهر را مردم تهجویی شاه و ملکه زنبوری اصل نامیدند. آنها 30 سال پیش برای رفع مشکل مالی خانواده زنبور پرور شدند. مشکل است نه که فایده‌ش هم هست، خیلی مشکل است نه که خوب است خیلی. محمدی از پدر یک عایله زنبور میراث گرفت که آن را تا 200 عایله افزود. حالا درآمدی اصلی از فروش عسل این زنبور هاست. همه به امید یک کار مشغول میشه که سبب زندگیش بهتر شود، درآمدناکیش نقص شود. سال خوب بیاید اگر از 15 تا 18 کیلو میشود. محمدی میگوید دوست داشتن زنبور پرورش آنها در طبیعت نه تنها زیبایی بلکه سلامتی می‌آورد، عصبانیت را از انسان دور می‌کند. زندگی شیرین ما ایروی همین زنبور پروری که برای که همسر من در قوت من راست است، قامت من را راست می‌گیرد. از استفاده داروهای کیمیاوی برای پرورش زنبور دست کشیدند. به زنبور شیرگاو می‌دهند. برای که زنبور از زمستان برآمدن وای خراب هست. زنبور قوت ندارد. اگر این زنبور تا 7 کیلومتر 8 کیلومتر راه می رود وای در همونجا بازگشت آمدن در همونجا می افتاد. برای که وای خراب هست. زنبور قوت ندارد. یا که می براید به شرط همونجا خراب وای کسل می شود. یگم چه می شود. همین در درون همین خوراکه در همین دور خانه میتونه شیر من گاو هست، شیر گاو کم تر کمی اندازی و زنبور بسیار با پرقوت می شود. زنبور پروری در طبیعت زیبای نارک تازه رشد می کند. زیاده از 20 تن عسل در یک سال استحصال می کنند. حالا شماره عایله های زنبور در اینجا به 1547 رسیده است. اولی تابستان وقتی گرفتنی عسل است. محمدی و نیساگل که اعضای خواجگی دهقانی داملو هستند میخواهند منفعت بیشتر بردارند. برای این کار کارگرهای موسمی جلب می شوند. افزایش شماره عایله های زنبور از طرف این خانواده باعث افزایش جای کار نیز می شود که مردم برای پیدا کردن آن در این منطقه دشواری می کشند.